کتاب نوبتی که در صحیفه 1000 کتاب معلومات می دهیم این کتاب درسی آمادگی ابتدای حربی می باشد. مؤلفان ادبیات تعلیمی اسماعیلوف نعیم، اسماعیلوف عبدالرحمن و ضیایف قربان علی می باشد. کتاب نامبرده در اساس برنامه تعلیمی برای مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی از طریق مؤسسه نشریه معارف آماده شده است. کتاب از 270 صفحه یعنی 17 جزء چاپی عبارت می باشد. کتاب با صفت اعلی در مطبعه جمعیت سهامی پوشیده گنج نشریات با تعداد 1600 نسخه چاپ شده است. حفظ وطن، حمایه منفیت دولتی، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافع عام وظیفه شهروند است. ترتیب خدمت حربی را قانون معین می کند. ماده 43 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان. جمهوری تاجیکستان دولت نوبنیاد و تازه استقلال است و در بین دولت‌های ابرقدرت باید از منفیت‌های ژئوپلیتیکی خیش حفظ کرده تواند. بنابراین جوانان که آینده دولتمان می باشند باید همیشه تیار و آماده باشند که هر لحظه منفیت‌های ملت را دفاع کرده توانند. برای به این هدف نائل گشتن ما را لازم می آید که جوانان را هنوز از سن مکتبی در روحیه وطن دوستی، افتخار بلند ملی تربیه نماییم. مقصد اساسی شناسایی با خدمت حربی تشکل دادن افکار عامه نسبت به ارتش ملی است تا ما توانیم پیرامون ارتش ضرورت خدمت حربی، آیین وطنداری، ناگزیر بودن آمادگی بهر حفظ استقلالیت دولت، یکپارچگی وطن عزیز، مرز و بوم کشور، حسن توجه شاگردان مکتب را تشکل دهیم. در تربیت حس وطن دوستی جوانان سهم خود را گذاریم. آمادگی ابتدای حربی در زمینه نو با در نظر داشت منفیت‌های ژئوپلیتیکی دولت طبق فرمان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان و وزیر معارف جمهوری تاجیکستان جریان می‌گیرد. با مقصد منتظم و تدریجاً بلند برداشتن سویه دانش و ملکه آمادگی حربی خوانندگان، چنین تقسیم بندی آموزش این فن در صنف‌ها به مقصد موافق دانسته شد. در صنف دهم آید به آیین‌نامه صف آرایی، طرز و اصولهای صفکشی، قدمزنی نظامی، آماده بودن به مشق‌ها، به دفاع، تیار به هجوم و امثال این معلومات‌های عمومی داده شده است. در صنف 11 باشد وسیع‌تر و مکمل نمودن دانش آید به تیاری عمومی حربی و در نهاد خوانندگان به وجود آوردن تجربه، استعداد و ملکه به هر گونه عملیات حربی، صرفه‌بری و اداره کرده توانستن بخش، مستقلانه قبول نمودن این یا آن قرار در موردهای حل کننده و حالتهای فوق‌العاده در نظر داشته شده است. کتاب از تأسیس یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان، سند و قانون‌های جمهوری تاجیکستان که به بنیاد ارتش، ساختار و وظیفه‌های آن زمینه حقوقی گذاشتند نقل می‌کند. همچنین در خصوص آمادگی تکتیکی، دانستن هیئت بخش معطا تیراندازی، اساسهای حرکت‌های جنگی، اجرای حرکت‌ها هنگام محاربه و پیگیری، شناسایی با شکل‌های محاربه بر ضد تانک‌ها، عمل‌ها هنگام مدافعه ضد هوایی و آتش‌کشایی بر ضد هواپیمای‌ها و چرخبال‌ها معلومات می‌دهد. مشغولیت‌های آمادگی ابتدای حربی پی در پی طبق برنامه فنی در حجم مقرر شده با اصولهای نظریوی، عملی،
کامپلکسی و سنجشی نظارت گذرانیده می شود. وظیفه اساسی تعلیمی فنی آمادگی ابتدایی حربی عملی نمودن سیاست یگانه دولتی در بین جوانان و تربیت خدمتچیان آینده حربی در روحیه وطن دوستی می باشد. سروری این کارها در مؤسسه تحصیلات میانه دایر به تیار نمودن جوانان به خدمت حربی به ذمه آموزگار آمادگی ابتدایی حربی به عمل برآورده می شود. به ذمه خوانندگانی که به تعلیم حربی فرا گرفته می شوند وظیفه های زیرین گذاشته می شود. جوانان سنی تا دعوتی در روحیه شناختن وطن صاحب استقلال، عزم و اراده قطعی، دلاوری، متانت، ثباتکاری و دلپوری به قوه خود تربیت کرده می شوند. جسماند بردم یعنی تنصیحت و سالم، زور و توانا، چست و چالاک، پربرداشت گردانیده می شود تا که به سختی های خدمت حربی به آسانی تاب آورد. مشق داده شوند یعنی نتیجه های تربیت جسمانی برای ارگانیسمشان عادتی مقرری گردد. از دانش های نظریوی و عملی تعلیمات حربی آگاه باشند. برای آماده نمودن جوانان به خدمت حربی، حفظ مرز و بوم تاجیکستان، تمامیت ارضی کشور، صلح و ثبات، آرامی جامعه شهروندی و آسایش سرزمین اجدادی، تأمین ولایت قانون را تنها به واسطه خدمت فداکارانه و نمونه عبرت، جسارت و ملکه و مهارت بلند خدمتی اجرا کردن ممکن است. خدمت کردن به وطن قرض و فرض فرزندی و رسالت شهروندی هر یک فرد با ننگ و ناموس ملت، پیش از همه جوانان تا دعوتی حربی است. این بود معلومات مختصر درباره کتاب درسی آمادگی ابتدایی حربی مؤلفان اسماعیلوف نسیم، اسماعیلوف عبدالرحمن و ضیایف قربانعلی. خیر، تا برنامه‌های نوبتی با ما باشد. هواداران کلام بدی.